سلام به همه، امیدوارم حال همگی خوب باشه. به نظرتون چند تا احساس داریم؟ حقیقتش اینه که خیلی از ماها نهایت چیزی که میتونیم تو موقعیت هایی که در واقع به لحاظ احساسی و هیجانی به هم ریختیم انگار فقط میشناسیم که من خوبم یا بدم، همین. یعنی معمولا فقط مثبت یا منفی بودن حال درونی رو میشناسیم و اینکه خب اگر بدم یعنی دقیقاً چه احساسی دارم، چه هیجانی رو دارم تجربه میکنم توی این موقعیت، یا حتی چه هیجانهایی رو گاهن ممکنه ما چند تا هیجان رو با هم تجربه کنیم. خیلی شناختی روی این ماجرا نداریم. یکی از مهمترین مهارت هایی که نیاز هر کدوم از ماها برای داشتن یک زندگی توأم با رضایتمندی و یه زندگی خوب در واقع داشته باشیم مهارت تنظیم هیجان یا ایموشن ریگولیشن هست. خب ما اگر نتونیم هیجانهای خودمون رو در واقع به خوبی تنظیم و مدیریت بکنیم، خب مشکلات خیلی زیادی برای ما میتونه به وجود بیاره و اولین قدم برای داشتن یک مهارت تنظیم هیجانی خوب اینه که من اگر حالم بده تشخیص بدم دقیقاً چه احساسی دارم. دوستان، همه هیجان ها، همه حالت های منفی درونی ما میرسه در عمیق‌ترین سطح به 4 تا هیجان. ما کلن هر حال بدی که داریم یکی از این 4 تا هیجان منفی، حالا هیجان مثبت هم داریم که جدا هستن الان روی صحبت هم با منفی هاست، یا یکی از اینها و یا حالا گاهی میتونه ترکیب چند تا از اینا باشه. خب در واقع ما 4 تا سرشاخه یا 4 تا خانواده هیجانی منفی داریم که البته عرض خواهم کرد حالا هر کدوم از این سرشاخه ها خودشون میتونن زیر شاخه هایی داشته باشن، ولی تم کلی فقط و فقط 4 تا هیجانه. اما بریم سراغشون. اولین هیجان غم هست، خانواده غم. ما حالا این رو هم بگم، هر هیجانی رو معمولا توی یک تم، توی یک در واقع کانتکست و بافت خاصی تجربه میکنیم و خیلی وقتها این که من بتونم تشخیص بدم چه هیجانی دارم رو میتونم از روی بافت تشخیص بدم، از روی اون موقعیت، اون کانتکستی که در واقع توش هستم. ما اولین خانواده هیجانی ما خانواده غم هست. غم نوعا در جایی تجربه میشه که ما با یک تجربه از دست دادن روبرو هستیم، loss of experience. حالا این از دست دادن میتونه از دست دادن یک شخص باشه، از دست دادن یک موقعیت باشه، از دست دادن یک هدف باشه، از دست دادن یک چیزی هست که دوست داریم. به هر معنا و با هر مصداقی که باشه معمولا تجربه از دست دادن همراه هستن با هیجان غم. اما زیر شاخه های مختلفی هم داره، میتونه اندوه باشه، میتونه ماتم باشه، میتونه حسرت باشه، میتونه ناامیدی باشه، میتونه پشیمانی بشه، شاید زیر شاخه های دیگه هم بشه براش پیدا کرد، ولی خب همه اینا یه تم مشترک دارن و اون اشتراک در اون غمه هست که تو همه اینا اگر به دقت نگاه بکنیم یک غمی وجود داره. هیجان دوم هیجان ترس هست. ما ترس رو در کانتکست های تجربه میکنیم که روان ما توی اون موقعیت ادراک یک تهدید یا خطری رو کرد. هر جا که ما تشخیص خطر بدیم اونجا هیجان ترس رو تجربه خواهیم کرد و ترس باز از زیر مجموعه هاش اگر بخوام اشاره بکنم استرس، اضطراب، وحشت، دلهره، دغدغه، نگرانی، همه اینا میشن جزء زیر شاخه های هیجان ترس. هیجان سوم هیجان خشم هست. خشم رو هم ما نوعا در کانتکست ها و در بسترهای تجربه خواهیم کرد که کسی بخواد مانع ما بشه، کسی بخواد به اصطلاح چوب لای چرخ ما بذاره، آسیبی به ما بزنه، توی این جور موقعیت ها ما هیجان خشم رو تجربه خواهیم کرد که باز از زیر شاخه های خشم میتونم به دلخوری، به انزجار، به نفرت، به آزردگی و حالا هر چیزی که باز اینو نگاه کنید زیر شاخه های فرقای ریزی با هم دارن ولی همشون توشون خشم خوابیده. و
برسیم به هیجان چهارم که یکی از مهمترین در واقع هیجان‌های ما هست که انشالله حالا اگر عمری باقی باشه بعدها در موردش بیشتر باهاتون صحبت خواهم کرد. هیجان شیم، هیجان شرم و البته احساس گناه. یعنی این دوتا روی یک سکه هستن. باز از زیر شاخه های این هیجان می شود به احساس حقارت، احساس سرفکندگی، احساس هیچی نبودن، احساس پوچی، احساس تهی بودن، احساس بیشخصیتی، اینها مجموعاً میشن مجموعه هیجان شیم و شرم. و اون روی سکش که در واقع گناه هست، اونم همین ادراک احساس گناه، عذاب وجدان، که مجموعه اینا میشن خانواده شرم. تمی هم که این دوتا به وجود میان، معمولا ما اون حقارته و شرمه رو در جایی در واقع تجربه میکنیم که یک ایدئالی رو برای خودمون گذاشتیم و الان نشده که به اون ملاکه، به اون ایدئاله برسم. مثلا من برای خودم قرار دادم که باید به فلان درجه رشد مالی، رشد تحصیلی یا حالا هر مسئله دیگه برسم و اگر اون رو نداشته باشم از درون احساس شرم و احساس حقارت خواهم کرد. حالا میتونه گفتم تو هر چیز باشه، شاید ملاک برای یکی زیبایی باشه، برای یکی وزن باشه، برای یکی یک داشتن لباس خاصی، برای یکی هم داشتن گوشی خاصی، هر چیزی میتونه باشه، ولی اون استانداردی که تعیین میشه و من بهش نمیرسم، این باعث ایجاد هیجان شرم خواهد شد. و اون روی سکه هیجان گناه، احساس گناه و عذاب وجدان هم، اون گیلتیه هم، زمانی که من از خط قرمزهای خودم عبور میکنم. مثلا من برای خودم قرار دادم که دروغ نباید بگم و وقتی که دروغ میگم، چون یک خط قرمزی رو رد کردم، احساس گناه و عذاب وجدان خواهم داشت. حالا این بحث شبکه هیجانی خیلی خیلی شبکه پیچیده‌ایه، صحبت توش زیاده. حالا انشالله در ادامه سعی میکنم نکاتی رو در مورد شبکه هیجان ها خدمتتون بگم. ما هیجان ها تقسیم میشن به اولیه، ثانویه، هیجان تمیز، هیجان کثیف. اینکه هیجان ها شدت دارن، اینکه پیچیدگی هیجان ها گاهن خیلی میتونه زیاد بشه. اینا رو انشالله در روزهای آتی خدمتون عرض خواهم کرد. امیدوارم که هیجان های منفی کمتری سراغ هممون بیاد و اگر هم میاد راه و روش مقابله با اون رو بلد باشیم تا در نهایت اون هوش هیجانی یا اون EQ ما در واقع هوش هیجانی توانمندتر و قوی تری باشه تا در نهایت زندگی راحت تری داشته باشیم. روز و روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.